نوشته کافکا. ترجمه صادق هدایت. گوینده فرید حاجی باشی. یک روز صبح همین که گرگوار سامسا از خواب آشفته‌ای پرید، در رخت خواب خود به حشره تمام عیار عجیبی مبدل شده بود. به پشت خوابیده و تنش مانند زره سخت شده بود. سرش را که بلند کرد ملتفت شد که شکم قهوه‌ای گنبد مانندی دارد که رویش را رگه‌هایی به شکل کمان تقسیم بندی کرده است. لحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود، نزدیک بود که به کلی بیفتد. پاهای او که به طرز رقت‌آوری برای تنش نازک می‌نمود، جلوی چشمش پیچ و تاب می‌خورد. گرگوار فکر کرد: چه به سرم آمده؟ مهازا در عالم خواب نبود. اتاقش درست یک اتاق مردانه بود، گرچه کمی کوچک، ولی کاملا متین و بین 4 دیوار معمولیش استوار بود. روی میز کلکسیون نمونه‌های پارچه گسترده بود. گرگوار شاگرد تاجری بود که مسافرت می‌کرد. گراوری که اخیراً از مجلی چیده و قاب طلایی کرده بود به خوبی دیده می‌شد. این تصویر زنی را نشان می‌داد که کلاه کوچکی به سر و یخه پوستی داشت و خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپشمی را که بازویش تا آرنج در آن فرو می‌رفت به معرض تماشای افراد بازوق گذاشته بود. گرگوار به پنجره نگاه کرد. صدای چکه‌های باران که به حلبی شیروانی می‌خورد شنیده می‌شد. این هوای گرفته او را کاملاً غمگین ساخت. فکر کرد کاش دوباره کمی می‌خوابیدم تا همه این مزخرفات را فراموش کنم. ولی این کار به کلی غیر ممکن بود. زیرا وی عادت داشت که به پهلوی راست بخوابد و با وضع کنونی نمی‌توانست حالتی را که مایل بود به خود بگیرد. هرچه دست و پا می کرد که به پهلو بخوابد، با حرکت خفیفی مثل علا کلنگ هی به پشت می افتاد. 100 بار دیگر هم آزمایش کرد و هر بار چشمش را می بست تا لرزش پاهایش را نبیند. زمانی دست از این کار کشید که یک نوع درد مبهمی در پهلویش حس کرد که تا آنگاه مانند آن را در نیافته بود. فکر کرد چه شغلی را انتخاب کردم. هر روز در مسافرت، درد سرهایی که بدتر از معاشرت با پدر و مادر است. بدتر از همه این زجر مسافرت یعنی عوض کردن ترنها. سوار شدن به ترنهای فرعی که ممکن است از دست برود. خوراکهای بدی که باید وقت و بی وقت خورد. هر لحظه دیدن قیافه‌های تازه مردمی که انسان دیگر نخواهد دید و محال است که با آنها طرح دوستی بریزد. کاش این سوراخی که توش کار میکنم به درک میرفت. بالای شکمش کمی احساس خارش کرد. به چوب تخت خواب کمی بیشتر نزدیک شد. به پشت میسرید برای اینکه بتواند سرش را بلند کند. و در محلی که میخارید یک رشته نقاط سفید به نظرش رسید که از آن سر در نمی آورد. سعی کرد که با یکی از پاهایش آن محل را لمس کند، ولی پایش را به تعجیل عقب کشید، چون این تماس لرزش سردی در او ایجاد می کرد. به وضع قبلی خود درآمد. فکر می کرد هیچ چیز آنقدر خرف کننده نیست که آدم همیشه به این زودی بلند بشود. انسان احتیاج به خواب دارد. راستی می شود باور کرد که بعضی از مسافران مثل زنهای حرم زندگی می کنند. وقتی که بعد از ظهر به مهمانخانه برمیگردم تا سفارش‌ها را یادداشت بکنم، تازه این آقایان را میبینم که دارند چاشت خودشان را صرف میکنند. میخواستم بدانم اگر من چنین کاری را میکردم، رئیسم به من چه میگفت؟ فوراً مرا بیرون میانداخت. کی میداند؟ Sample complete. Ready to continue?